نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان زن گرامی خسته نباشین. امشب بحث بسیار مفید و مختصرا میخوام خدمت شما عرض بکنم. بحث در مورد مشوره و استخاره است. دو تا از اموری که رسول الله صلی الله علیه و سلم به نسبت اون امت خود را تأکید کردن، سفارش نمودن. فرمودن من ندیم من استشاره و ما خاب من استخاره. کسی که در امور خودش مشوره بکنه او پشیمان نخواهد شد. و ما خاب من استخاره، کسی که در امور زندگی خودش استخاره بکنه او هم شکست نخواهد خورد. بعضا دوستان تا ما میگیم استخاره فکرشون میره به همون. بعضا قرآنای شما دیدین که اینطور نوشتن خوب، بعد دو صفحه بعد دیگه بد، خوب بد درست کردن. همچین چیزی اصلا بر معیار و اصول قرآن و سنت این استخاره گفتن کاملا اشتباه هست. ما همچین چیزی را شرعاً استخاره گفتن هرگز قبول نمیتونیم بکنیم، چون که مطابق سنت نیست. مشوره با بندگان خدا میشه، استخاره با خالق کائنات هست. امام غزالی رحمت الله علیه در کیمیای سعادت کل امور دنیوی ما را به نسبت خوب و بد بودن به 3 قسم تقسیم کردن. یعنی در 24 ساعت زندگی ما و در 1 سال زندگی ما و در کل حیات دنیوی ما، اون اتفاقاتی که در زندگی ما میفته و پیشامدهایی که برای ما در زندگی پیش میاد از 3 حال خارج نیست. برای تفهیم مشوره و استخاره امام غزالی رحمت الله علیه کارها و امور دنیا را به 3 قسم تقسیم کرد. 1 فرمودن کار خوب، بعضی از امور 100% خوبه، بعضی از امور 100% شر هستن و بعضا این مابین اموری هستن که خیر شر بودن اونا مشخص نیست. اموری که خوب هستن مشخص، نماز هست، نماز جماعت هست، ذکر و تلاوت هست، مطابق قرآن سنت زندگی کردن هست، از گناهان خود را بازداشتن هست. اینو دیگه نمیخواد ما با کسی مشوره بکنم آقای فلانی، پدر بزرگ، مادر، برادر، اگه شما مشوره میدانید من میخوام نماز بخوانم، دیگه مشوره نیاز نداره، گفته خدا و رسول خدا هست. بعضی از امور هستن که شر محضن، به نسبت این امور هم دیگه ما نباید با کسی بشیم مشوره بکنیم که اگر مشوره بدانیم من بعد میخوام تریاک بکشم. چطور مشوره دادین شما مشوره میدین؟ من بعد میخوام مشوره، اگر میخوام ناس بیاندازم، من میخوام ربا بگیرم، شما مشوره برای من دارین؟ مشوره شما چیه؟ برای این امور مشوره گرفتن هم حماقت هست. اما بین اموری هستن که خیر شر بودن اونها برای ما مشخص نیست. از جمله ازدواجی که ما میخوایم بکنیم و شغلی که میخواهیم ما انتخاب بکنیم و نکاحی که ما میخواهیم انجام بدیم. این 3 تا امور خیر شر بودنش برای ما مشخص نیست. به نسبت این امور در مرحله اول باید ما مشوره بکنیم. نبی خدا فرمودن استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا. با انسانهای عاقل با تجربه شما مشوره بکنین و از گفته این شخص با تجربه و عقلمند هم شما خارج نشین که شما پشیمان میشین. لذا در امور زندگی خودمون نکاحی میخوایم بکنیم، کاری برای خودمون میخوایم انتخاب بکنیم، سفری چیزی جایی ما میخوایم بریم، لازمه که ما با اهل فن مشوره بکنیم. بعضا دوستان میان با بنده میخوام مشوره بکنم در مورد فلان کاری، من میگم فلانی من در این مورد اصلا هیچ تجربه ای ندارم. شما برین به نسبت این امر با اونی که در این کار خبره هست و تجربه داره برین با اون مشوره بکنین، چون من به نسبت اون امر آگاهی ندارم. لذا در مرحله اول به نسبت اون کارهایی که میخوایم بکنیم و ازدواجی که میخوایم بکنیم و شغلی که میخوایم بگیریم یا کدام کاری که خیر شر بودنش برای مشخص نیست، لازمه که با انسانهای با تجربه ما مشوره بکنیم. اگر مشوره دادن که نکنین، دیگه چیزی به نام استخاره وجود نداره. گفتن دیگه نکنین، دیگه ما نباید دیگه دنبال اون کار بریم. نه اگر مشوره دانستن که بله این شغل خوبیه،
فلان دختر خانواده خوبی داره، فلان جا میخواین سفر برید اینطور مزایایی داره، خلاصه مشوره دادن که شما این کارو بکنین. بعد از مشوره مرحله دوم استخاره هست. استخاره به خالق کائنات الله متعال هست. 2 رکعت نماز نفل مثل همین 2 رکعت فرض ما خوانده میشه و بعد از اون دعای بسیار زیبایی از نبی خدا علیه السلام هست که اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم. اگر کسی عربیشو نمیدونه یاد بگیره، برای کل زندگی ضرورت هست. نبی خدا فرمودن و ما خاب من استخاره، کسی که استخاره بکنه این شکست نمیخوره. و دعا با الفاظ عربی، چون که از زبان گوهربار نبی خدا علیه السلام بیرون آمدن، با این الفاظ ما دعا بکنیم این دعا خیلی زودتر قبول میشه که ما به فارسی یا ترکمنی دعا بکنیم. حالا کسی نمیدونه، خب چاره ای نیست، فارسیشو بخونه، معناشو بخونه، یا همون به زبان خودش همون رو بگه که یا الله تو میدانی من نمیدانم، تو قادری من قادر نیستم، یا الله از فضل عظیم تو من خواستارم، یا الله اگر این کاری که من میخوام بکنم، یا این زنی که من میخوام بگیرم، یا این شغلی که من میخوام بگیرم، یا مسافرتی که من میخوام برم، یا الله اگر این برای دنیا و دین و آخرت من خیر هست، این را یا الله برای من مقدر بکن، آسان بکن، برکت بده در این. و اگر یا الله تو میدانی که در این شر هست، پس این را از من دور کن و منم از او دور بکن. دعا در الفاظ عربی بسیار زیبا هست و اونجا یاد داده شده که چگونه وقتی که میگیم یا الله این کار خیر هست، اونجا دیگه باید کار در قلب خودمون بیاریم. حتی فضای مجازی هست، کسی طریق استخاره را نمیدونه به بنده پیام بده، من انشاءالله اون دعای استخاره را براش انشاءالله میفرستم. و بعد از خواندن استخاره نهایتا تا 7 دفعه خوانده میشه، چه روز چه شب تا 7 دفعه خوانده میشه. بیشتر از 7 دفعه دیگه از سنت ثابت نیست. و میشه که انسان بعد از خواندن استخاره به وسیله خوابی انسان هدایت میشه. اگر شما در خواب خودتون دریایی دیدین نیلگون و ماهی های دیدین زنده، سرسبزی دیدین، سفیدی دیدین، چیزی دیدین که شما خوشحال شدین و بلند شدین، پس علامت اینه که بله این کار به خیر و صلاح شما هست، بسم الله شروع بکنید. نه اگر در خواب عقربی دیدین، ماری دیدین، مارمولکی دیدین، حیوانات وحشی که شما را میترسانند، ماهی های دیدین که خشک هست، چیزی که انسان را آزار میده، اگر این موارد دیده بشه، پس اینجا علامت اینه که در این کار برای ما خیلی وجود نداره، باید از اون کار ما باز بیاییم. اصل هم خواب هم نیست، اصل اینه که انشراح صدری برای انسان حاصل میشه، اینطور دل شما شوقمند میشه، میخوای این کارو بکنی، بعضا دل شما سرد میشه، اصلا بعضا فراموش میکنی. یکی از دوستان اون موقع که گلکویی است در میان مسلمان ها آماده بوده که بله همچین معامله هست و این چنین هست و آن چنین هست، این شما پولدار میشین و فلان میشین. یکی از دوستان آمد به من مشوره داد که حافظ همچین چیزیه، معامله ظاهرا مشکل نداره و درآمد خوبیه. گفتم من نمیدونم این چی است، من نمازی میخوانم، من 2 رکعت استخاره خواندم، خودم یا الله ما دنبال لقمه حلالی، میگه خیر هست یا الله، همون دعای عربیش من خواندم. اصلا کلا الله تعالی اون از ذهن من فراموش کردانید، کلا من فراموش کردم اونو، بعدها دیدم کنش ورشکست شدن. لذا بعد از خواندن استخاره که بسیار خوابی الله تعالی ما هدایت کرد، خود چه بهتر. اگر اینم نشد، همون انشراح صدر، شوقمند شدن ما یا دل سر شدن ما، علامت این است که این کار برای ما خیره یا برای ما شر هست. و اگر دو دل شدیم، انسان بعضا دو دل میشه، نمیدونه چیکار بکنه، به نسبت انجام اون کاری که میخوایم بکنیم، ازدواجی که میخوایم بکنیم، یا برای دختر شما آمدن برای خواستگاری، خانواده همه میشینن استخاره میخونن که یا الله فلانی آمده برای دختر ما خواستگاری، اگر خیر صلاح ما هست که یا الله این آسان بکن، اگر نه که یا الله این سر ما رفت بکن. بعد از اون اگر دل شما شوقمند شد، حالا این مسائل شد که چه بهتر. نه اگه تو دو دلی موندی نمیدونی چیکار بکنین، حرکت بکنین به طرف انجام اون کار. اگر خیر همین 2 تا 4 تا 2 4 تا 8 تا 2 8 تا 16 تا 2 16 تا 32 تا همینطور خود به خود جلو میره.